هر فصلی حتی تابستون هم یهو ممکنه هوا سرد شه. برای مسیریابی با گوگل من اول لوکیشن مبدا و مقصدمون رو مشخص کردم و گذاشتمش روی حالت حمل و نقل عمومی. میخوان بافت قدیمیشو، اون حالت توریستیشو از بین نبرن. این پله رد میشیم میریم توی ایکیا. سلام، از روز 4 امروز هوا بارونیه، هوای بهاری خنک بارونی. من الان اینجام، داریم میریم به سمت برج گالاتا، ولی این یه بخشی از مسیرمون به سمت ونزیاست. داریم میریم اینجا یه ایستگاه اتوبوس که سوار بشیم. یه مرکز خریدیه که شبیه ونیزه، خیلی خوشگله. حالا احتمالا خریدش هم بد نباشه، بریم ببینیم که چه جوریه. ساعت الان 11 ولی همینطور که میبینید مغازه ها هنوز باز نکردن همشون، ولی خب خیابون شلوغه. امروز نرخ دلار به لیر 31,200 است. ببخشید 31,000، یعنی هر 100 دلار رو 31,200 لیر، نه 3,120 لیر چنج میکنن. دلارم الان توی ایران 63,000 تومنه. هر لیر تقریبا میشه 2,000 تومن. این خیابونای اطراف گالاتا انقدر خوشگلن، این کوچه های سنگ فرش، ساختمونای قدیمی زمان عثمانی، قشنگ سبک اروپاییه. همون بافت رو حفظ کردن. اینجاها اصلا اجازه ساخت و ساز ندارن توی این محله، چون که میخوان بافت قدیمیشو، اون حالت توریستیشو از بین نبرن، که به نظرم کار درستی هم میکنن. برای مسیریابی با گوگل من اول لوکیشن مبدا و مقصدمون رو مشخص کردم و گذاشتمش روی حالت حمل و نقل عمومی که تصویر اتوبوس کنارش میاد. گوگل میاد مسیرهای مختلف رو بهتون پیشنهاد میده و شما میتونید راحت ترین راه رو انتخاب کنید. برای ما ساده ترین راه این بود که اتوبوس 336 ای رو سوار بشیم و با 32 تا ایستگاه مستقیم برسیم به مقصدمون که کرایه‌اش هم نفری 17.7 لیر میشد. راه دیگه این بود که این اتوبوسایی که با رنگ زرد مشخص شدن رو سوار بشیم، توی یه ایستگاه پیاده بشیم، دوباره بریم توی یه ایستگاه اتوبوس دیگه سوار خط آبی بشیم که اینطوری هزینه‌مون میشد نفری 33 لیر. و خب ما اون راه قبلی رو انتخاب کردیم. آقا خیلی سرد شد، باد میاد، لامصب. هوای استانبول اصلا قابل پیش بینی نیست. یعنی هر چی من این ویدر رو نگاه کرده بودم زده بود هوا آفتابیه، اصلا بارندگی قرار نبود بشه. هی هر دفعه نگاه میکنی هی تغییر میکنه. صبح هم که بلند شدیم هوا بارونیه. خلاصه هرچه داریم و نداریم پوشیدیم. شما هم اگر توی این فصل میان، اگه زمستون میان که خیلی لباس بپوشید. اگر حتی توی بهار هم میان لباس گرم حتما بیارین، چون قشنگ اینجا با کاپشن میتونی برید. یعنی اصلا مثل تهران نیست که گرم باشه. حتی تو روزای آفتابیش هم باد میاد، هوا سرده. آها، ما اومده بودیم که سوار اتوبوس شیم، دیدیم خیابونو بستن. گفتیم چی شده؟ گفت تور دوچرخه سواریه، این خیابونو بستن و بریم یه جا دیگه. خلاصه که اینجوری پیاده راه افتادیم از این ور به اون ور دنبال یه ایستگاه اتوبوس. خدایا. بعد تاکسی ها هم امروز خیلی گرونه، بخاطر اینکه یه مسیری رو بس دیدم. صبح زدم تو این اپلیکیشن دیدم تاکسی خیلی گرونه. نگو به خاطر همینه، چون یه سری از خیابونا رو بستن، هوا هم بارونیه، تاکسی هاشون خیلی گرون شده. خلاصه که چاره‌ای نداریم جز اینکه با اتوبوس بریم. بالاخره رسیدیم به ونزیا پس از سختی‌های فراوان.
سختی که البته آره دیگه مجبور شدیم یه عالمه پیاده بریم تا برسیم به اون ایستگاهی که بعد سوار اتوبوس می‌شدیم. حالا در هر صورت رسیدیم اینجا. یکم شبیه نیایش ماله اگر رفته باشین، یا ایران مال هم داره یه همچین قسمتی اون تو اون سبکه. حالا البته ما هنوز بیرونش رو نرفتیم ببینیم اون قسمتی که رودخونه داره چون بارون میاد. فروشگاه انگلیش هم اومدیم توی ونزیا. مثلا این قاب عکس‌ها 221 لیر. این تخفیفاش اینجوریه 2000 لیر بوده شده 600 لیر مثلا. دیگه چی نشون بدم؟ مثلا این تختی 3000 لیر بوده شده 900 لیر. باز یکیش 4000 لیر بوده شده 1200 لیر. تخفیفای خوبی خورده. اینم مثلا اینجوری. این الان 1000 لیر. یه دونه فکر کنم کاور دوشک باشه. این روبالشتیه فکر میکنم 137 لیر. اینجا رو ببین چقدر خوشگل و بامزه است. خیلی بارون قشنگی میاد ولی واقعا اصلا استانبول هوای گرم نداره. تو هر فصلی حتی تابستون هم یهو ممکنه هوا سرد شه. بریم قیمت چند تا از کفشا رو بهتون نشون بدم. 2250 لیر بوده شده 1800. لباسان تا این 1300 لیره این بولیزه. این که دیگه سرکاشون میشه. اینا مثلا 5000 لیر بوده شده 3300 لیر. یه وقت استراحته باید یه قهوه بخوریم. بعد از 4 روز بالاخره میخوام یه قهوه بخورم. بیار قهوه تو. دیوانش خیلی خوش. باید فالتو بگیریم. متاسفانه کسی رو نداره. اشکال نداره. رفتیم استارباکس، برق رفت، اومدیم اسپرسو لب. اینو ببین رفته توی مغازه. اینم ظرف غذاشه. کلاً برای خودش انگار اینجا زندگی میکنه. داریم از برج گالاتا پیاده میریم به سمت پل گالاتا. زیر پل گالاتا یه سری رستوران هست که روی آب. هلو یوتیوب. یوتیوب. YouTube. Hi YouTube. What's your name? سپیده. Sabita. Welcome to Turkey. Welcome to Istanbul. Thank you. Where are you from? ایران. Wow, you're like saying Spanish. Really? Yeah, you're like saying Spanish. You're not like saying Iran. Your eyes, your hair, all of them. I don't know. Maybe it's because of my color, And your my eyes? hair color, my eyes. Yeah, your eyes is no, nothing. Iran like me. You're like saying Spanish, Belgium. Maybe I should go. My mom is waiting for me. When did you visit us?
I can give my card. Yes, And the yes, Instagram? yes, thank you. Bye. Goodbye. خب این آقا هم ما رو یه دفعه گیر آورد. نفهمیدم چی بهش گفتم. میگه تو شبیه اسپانیایی شکل ایرانیا نیستی. دیگه اینجوری پاستای مدل ایتالیایی تو پنیر درست میکنن. من حالا البته نخوردم ولی قیافش خیلی هیجان انگیزه. قیمتاش هم فوتوچینی پارمزان چیز کرم سس اسمال 130 لیره، کوچیکش از 130 لیر داره تا 550 لیر که اون ترافل داره. البته خب ترافل گرونه کلا. آقا رو بخار گرفته ببین وای. یه چیزی بگم راجع به این رستوران ها. حالا نمیدونم صدا میاد یا نه. این رستوران ها انقدر جوشون رقابتیه، هی میان چیز میکنن. مثلا دم در میاد میگه که شما بیاین تو، مثلا یه دونه قهوه مهمون من، مثلا بستنی مهمون من، غذا بگیرین نمیدونم فلان چیز مهمون من. بعد که میری تو یه دبه‌ای در میارن. مثلا دیروز به ما گفت بستنی مهمون من، بعد ما رفتیم تو نشستیم غذا رو خوردیم و اینا، گفتیم ولش کن بستنی نمیخوایم بریم. گفتیم ما بستنی نمیخوایم. تو جزیره بستنی خورده بودیم، بستنی هم اصلا خوب نبود. یعنی من اونجا گفتم خوبه این اصلاحیش، اصلا بستنیش خوب نبود، چرب و شیرین اصلا زده بود زیر دلمون. گفتیم ما دیگه بستنی نمیخوریم. گفت نه بشینید من میخوام براتون بستنی بیارم. بعد دیدیم رفته کنوفه آورده 4 تا. بعد میگیم این چیه؟ ما که کنوفه سفارش ندیدیم. میگه نه من گفتم شما کنوفه با بستنی، بستنیش مهمون من، کنوفه‌شو حساب کنین 220 لیر. گفتیم بابا ما کنوفه نمیخواستیم، برو بابا. بلند شدیم اومدیم بیرون. خلاصه که از این ترفندا میزنن و حواستون باشه. بعد اینا بهتون نشون بدم این پل گالاتا روش وای میسن ماهیگیری میکنن. نمیدونم چیزاشون معلومه یا نه. اینا این چوباشونو ببین خیلی بامزه است. از این بالا میندازن خور ماهیگیره اون بالا. حالا الان زیاد نیستن، الان فکر کنم چرا هستن همینجوری چیزاشونو انداختن، چوبای ماهیگیریشونو انداختن، همش توی آبه. این رستوران هم که این زیرن اکثرا ماهی رو سرو میکنن دیگه، به غیر از چیزایی که دارن ماهی هم دارن. Yollarını gözlemem, gel de bana sor sevdiğim, kavuşmayı istemem. Son kez beraber özlüyorum yollarını, gel de bana sor sevdiğim, kavuşmayı istemem. Erinci müsaadenle bir tane daha okuyacağım. Kıymetli patronumuza bir Bingöz Hanım. این گلرم یه دختر بچه خیلی بامزه‌ای خوشگلی داد به من. خیلی خوش گذشتم. امروز روز آخره. بعد از اینکه هتل تحویل دادیم اومدیم فروم استانبول. من میخوام برم یه سر ایکیا ببینم که اون چیزایی که میخوام میتونم پیدا کنم یا نه. اینجا مرکز خرید خوبیه، تقریبا همه برنده رو داره و کنارش هم که یه دونه فروشگاه بزرگ ایکیاست که توشو نشون میدم بهتون. خب بعد از فروم خارج بشین، یعنی از همون در اصلی که وارد میشین میاین بیرون، از این پله رد میشیم میریم توی ایکیا.
چه خوشگله. این چقدر خوشگله. کاورش 200 لیر، داخلش هم با داخلش 350. 650 لیر. اینم کلیسای سنت آنتونیو تو خیابون استقلال. خیلی کلیسای خوشگلیه. ببینم میتونم برم توش هم بهتون نشون میدم. این صومعه ها و این ساختمونای اطرافش. ببین محرابش و اینا چقدر خوشگله. سقف‌های جناقی، ارتفاع بلند. چه ارتفاعی داره سقفش. لحظات آخر قبل رفتن اومدیم نهار بخوریم و دیگه بریم کم کم سمت هتل. البته نهار کم ساعت 5، ولی توی خیابون استقلال اگر از غذاهاشون خسته شدین و از کوفته و نمیدونم دونر و فلان و اینا خواستین برگر بخورین، برگر کینگ و مکدونالد و اینا نرید. برگر یلیم که الان نشون میدم اسمشو. خیلی برگرهای خوب. واقعا این اصلا با مکدونالد قابل مقایسه نیست. مکدونالد یه برگر شرکتی آشغالی میده، حالا درست ارزونه ولی واقعا به درد میخوره. سفرم به پایان رسید. الان تو فرودگاه جدید استانبولیم، داریم برمیگردیم ایران. گفتم یه چند تا نکته رو جمع‌بندی کنم که باز اگر یادم رفته بگم اینجا یه دور دیگه بگم. برای اینکه مسیرها رو پیدا کنین حتما لازمه که توی شهر وقتی بیرون هستین اینترنت داشته باشین. یعنی این خیلی بهتون کمک میکنه. بدون اینترنت واقعا سخته استانبول رو گشتن، چون که ما مجبوریم که بیشتر با حمل و نقل عمومی جابجا بشیم به خاطر گرونی تاکسی و خب داشتن اینترنت خیلی بهتون کمک میکنه. از گوگل مپ میتونید استفاده کنید، مسیرها رو بهتون میگه، شماره اتوبوس رو میگه، مبدا و مقصد رو میزنید، کامل بهتون توضیح میده که کدوم ایستگاه سوار بشید، کدوم ایستگاه پیاده بشید. این مسئله. ولی خب سیم کارت گرونه. برای اینترنت به نظر من خریدن سیم کارت و بسته رومینگ از ایران اصلا به صرفه نیست. برای همین بهتره که همون مودم‌های همراهی که بهتون گفتم تهیه کنید. خیلی به صرفه بود، سرعتش عالی بود و ما توی 5 روز تقریبا 3 نفرمون برای همه این کارهایی که بیرون انجام میدادیم، حتی استفاده اینستاگرام، استفاده گوگل مپ، گوگل ترنسلیت، همه اینا با هم تقریبا 5 یا 6 گیگشو استفاده کردیم و خب خیلی به صرفه بود. پیجش رو من باز می‌نویسم براتون یا حالا سایتش رو این بغل آدرسش رو میذارم، میتونین ازشون سوال کنین، ثبت نام کنین، مودمو بگیرین، حتما داشته باشین. خیلی خیلی به دردتون میخوره. یه مسئله بعدی اینه که برای صحبت کردن باهاشون اگر انگلیسی بلد نیستین، همین با داشتن اینترنت راحت از گوگل ترنسلیت استفاده کنید، تایپ کنید، بنویسید و صحبت کنید، کارتون راه میفته.
تاکسی سوار نشید. اگه سوار شدید قبلش حتما باهاش مبلغ رو طی کنید. لیدرها رو آها لیدرها لیدرها هم حالا الان ممکنه که یه سری بیان به من فوش بدن میگن چرا داری اینو میگی، ولی واقعا بی‌انصافیه. چون که شما با تور که میان لیدرها همه این تورایی که خودتون میتونید با لیر خیلی ارزون تر برین و به دلار بهتون میفروشن. حواستون باشه. ترفندایی دارن، جمله بندیایی دارن که ذهن شما رو به هم میریزه برای اینکه قانعتون کنن که باهاشون بریم. توری که شما شاید هزینه‌تون 200 لیر هم نشه، مثلا $30 ازتون میگیرن و خب برنامه شما محدودتر میشه چون که باید با یه گروهی هماهنگ بشین، این ور اون ور برین، آزادی عملتون گرفت. دیگه همین، فعلا چیزی به ذهنم نمیرسه. باز اگه چیزی بود توی توضیحات مینویسم. امیدوارم که اگر اومدین خوش بگذره بهتون و دیگه سوالی هم داشتین ازم بپرسین. تا سفر بعدی، خدافظ.